تصمیم داری تب سر صد رد کنی، حتما به این نکته توجه کن که مالیات توافقی تب سر صد شما بر اساس سابقه مالیاتی سالهای گذشته، سنوات گذشته برای شما محاسبه نشده باشه. چرا که ممکنه امسال شما گردشتون خیلی کمتر از پارسال باشه، درآمدتون خیلی کمتر از پارسال باشه و با این ذهنیتی که مالیات امسال باید از سال گذشته 10-20% بیشتر باشه، نه یه مالیاتی که واقعا حقتون نیست، بیشتر اون چیزی که امسال درآمد داشتین رو پرداخت کنید. پس وقتی که میخواین تب سر صد رد کنید، اگر مالیات توافقی که به شما اعلام میشه طبق رزومه سنواتی سالهای گذشته‌تون محاسبه شده باشه و اطلاعاتی از گردش امسالتون براتون لحاظ نشده باشه، حتما اطلاعاتی و دارایی نداره از گردش شما، از درآمد شما، اطلاعاتی براش بارگذاری نشده و وقتی اینجوری شما میتونید اظهارنامه با درآمد کمتر از اون چیزی که توافق شده بهتون اعلام کرده رو رد کنید و طبیعتاً مالیات کمتر بدین. و چه بسا یه نفر که توافق شده براش اعلام شده این تومن میتونه 1/10 اون مالیات توافق شده رو با اظهارنامه رد کنه. پس فکر نکنید هر کسی براش تب سر صد بارگذاری میشه پس یه مالیات خیلی کمتر و اوکی و همه چیش نرماله بس سری برین تب سر صد رو رد کنین و پرداخت کنین. بارگذاری شدن تب سر صد به منزله این نیست که شما حداقل مالیات براتون توافق شده و پرداخت کنید، چه بسا خیلی وقتا بتونید 1/10 اون مالیات تب سر صد رو با اظهارنامه به دارایی